هموطنان شرافتمند و متدین، مواد مخدر زهری است که انسان را از جامعه و جامعه را از جوامع دیگر دور ساخته و انسان را به هلاکت می‌رساند. کشت، تولید، فروش و استعمال مواد مخدر در دین مقدس اسلام چنین حکمی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط کنونی کشتی مواد مخدر، تولیدش، استعمالش، فروشش همگی حرام می باشه، به خاطر که ضرر این مواد مخدر سر خود مسلمان ها رجوع کرده. از این جهت در این شرایط کنونی امت مسلمه را وظیفه‌اش است که به این حدیث عمل بکنن: یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. شما به اهل زمین رحم بکنین تا که اهل آسمان به شما رحم بکنن. دانه و شیره کوکنار، قطرات شراب و ذرات هیروئین همانند پارچه های مواد انفجاری و واسکت های انتحاری است که اگر در اطرافتان باشد به شما اصابت خواهد کرد. پس بیایید به خاطر نجات جان خود و اطرافیانتان در راستای مبارزه با این پدیده منفی با نیروهای پلیستان با یک تلفن همکاری نمایید تا باشد نیروهای پلیس بر علیه این پدیده منفی مبارزه موفقی داشته و برای شما زمینه فضای مسئول را فراهم سازند. در صورت مشاهده محلات تولید و فروش مواد مخدر لطفاً به شماره تلفن های 0791 24 55 50 0789 00 13 18 و 0793 700 868 در تماس شوید. این پیام از جانب پلیس فاریاب به شما تقدیم گردید. پلیس از شماست و در خدمت شماست.